بعضی مادرها، بعضی پدرها اگر با دختر عمود، با پسر عمود، با دختر خالت، با دختر عمت، با فلان ازدواج نکردی، شیر من بر تو حرام. معذرت میخوام. میگه تو همسرشید، شیرم حرام یعنی چی؟ خوبی یک طرف، تقوا و خدا ترسی یک طرف، جذابیت زن و مرد برای همدیگه. در کنار خوبی و پاکی و تقوا و تدین باید زن و مرد جذابیت داشته باشن برای همدیگه تا عفت حاصل بشه. اگر دختر و پسرمون همدیگه نمیخوان، اجبارشون نکنید. بعد از 3 تا 4 تا بچه خودشون نشون میده. غذایی که دوست نداره تو چرا وادارش میکنید؟ یه خوبی دیگه که دلش هم بخواد بهش بده.